درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 24 میون از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. بعد اعلان نتیجه رایپرسی عمومی در بریتانیا، نخست وزیر دیوید کمرون گفت که قصد دارد 3 ماه بعد از مقامش استعفا بدهد. نتیجه رایپرسی نشان دادند که نصف بیشتر مردم بریتانیا می‌خواهند کشورشان از هیئت اتحادیه اروپا خارج شود. در رایپرسی روز 23 ایون 52% به طرفداری خروج رای دادند و 48% گفتند که می‌خواهند بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا بماند. دیوید کمرون گفت مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا باید زیر رهبری نخست وزیر نو صورت بگیرد. در سراسر دنیا نظرخواهی مردم بریتانیا را مراقبت دارند. من می‌خواهم به همه بازارها و سرمایه گذاران اطمینان دهم که اقتصاد بریتانیا خیلی مستحکم است. می‌خواهم همچنان بریتانیایی های مقیم کشورهای اروپایی های مقیم بریتانیا را اطمینان دهم که تغییر فوری در حیات آنها روی نخواهد داد. نتیجه رایپرسی در بریتانیا با بازارهای مالی جهان تاثیر منفی گذاشت. قیمت پوند استرلینگ خود بریتانیا به حد پایین آمد که در 10 سالهای گذشته دیده نشده است. در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر تاشکند گفتند هند و پاکستان می توانند سال آینده به این سازمان بپیوندند. در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 24 میون در پایتخت ازبکستان سخن گفت. در نشست رهبران تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان شرکت کردند و پیش از این نشست امامعلی رحمان و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز 23 ایون درباره مسائل همکاری‌های دوجانبه صحبت داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ملاقات کرده و دو طرف گفتند ممکن است سالهای آینده چین به اقتصاد تاجیکستان تا 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. پدر یک جوان تاجیک که در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت شد میگوید باور ندارد پسرش به سوریه رفته است، ولی میرزا خوجا حکیموف این زمان گفت نمیدانست که پسر 30 سالش محمد سعید 9 ماه در کجا بود. بعد از گرمانی آمد همین صورت زن فرزندش همین صورت گرفتن و چشم گرفتن وای کردن. حکم دیدیم مادر چقدر تنگ پارتیت کرده دام بولی دیوانش هم دادستانی آلمان روز 22 ایون گفت محمد سعید سعیدوف ساکن شهرک شراره ناحیه حصار با اتهام عضویت در گروه افراطگرای دولت اسلامی دستگیر شد. به گفته دادستانی این جوان تاجیک تا ماه سپتامبر در سوریه در صف گروه دولت اسلامی می جنگیده است و با کدام راه به آلمان رسیده است. یک پژوهشگر تاجیک میگوید تلاش‌های کلیسای پروسلاو برای مساعدت به همایش مهاجران از آسیا مرکزی به جامعه روسیه ثمر دلخواه نداده است. طاهر قلندروف محقق پژوهشگاه اتنولوژیا و آنتروپولوژی فرهنگستان علوم روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه‌های معرفتی از جمله تدریس زبان روسی برای مهاجران کاری که کلیسای پروسلاوی اجرا می‌کرد به دلیل ملاحظات دینی مهاجران نتیجه خوب نداده است و خود کلیسا هم در اجرای برنامه‌ها به خطا راه داده است. اکثر مسلمانان متاسفانه یا خوشبختانه نمیدانم از این دست کشیدند، چون در بین مهاجران یک فکری پیدا شد که اونا میگفتند که کلیسا میخواد ما را از دین مسلمانی به دین مسیحیت تبدیل دهد و از این نگاه اکثر مهاجران مهنتی از آسیا میانه داخل این برنامه نشدند. مصاحبه کامل با پژوهشگر تاجیک را در وبسایت azadi.org ببینید. دو ورزشکار دیگری تاجیک با پیروزی در چند مسابقات حق شرکت در بازی‌های المپی در برزیل را به دست آوردند. انور یونوسوف مشتزن معروف در یک مسابقه بین المللی در باکو 3 رقیبش را شکست داد و راه خط بازی‌های المپی ماه آگوست در ریو دی ژانیرو را به دست آورد. دوران اتابایف دونده جوان در مسابقه در شهر بیشکک برنده شد و اکنون به ریو دی ژانیرو می رود. و این زمان آژانس جهانی ضد دوپینگ 2
ورزشکار ایلیا ایلین وزنه‌بردار قزاق و گوشتگیر قرغیز جنربک کنجایف را برای استفاده از داروهای توانبخش از حق شرکت در بازی المپی محروم کرد. با گفته سازمان دو ورزشکار با وجود آنکه می‌دانستند استفاده داروهای توانبخش ممنوع است، برای به دست آوردن نتیجه بهتر از استفاده این گونه داروها دست نکشیدند. و خبر و ویدیوهای بیشتر در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.